جای نمایی همه روش که موقع درست کرده تو همین بچه ها فونکسیا داده شده همین فونکسیا برای این فونکسی چیزی یافت ابتدایی یافت عملی یافتن این فونکسی ابتدایی را ما میگوییم عملی اینتگرالی در هم اینتگرال میگوییم f از x dx f از x چیزه dx f از x ما چیزه برابر همه استفاده داشت که تکنیکی در این خمسنده چون کنیم اول میگوییم جای f از چیزه بر x بر جای فونکسی بر بله ریشه حرف x مینوس 1 مینوس 2 سینوس پی تقسیم 4 مینوس x همین خمسه پشت dx حتما عیار نبود دیدین بچه‌ها اگه کدام قاعده اعلا قاعده های اینتگرال گیری بود که فونکسی ابتدایی کدام قاعده استفاده می‌کنیم قاعده سوم و حاصل جمع بله هر یک من این اعضا و علاوه چون کنیم اینتگرال می‌گیم برابری تماشا کنیم اینتگرالی یعنی این اعضا یک تقسیم چند میتونید برای اینکه اگر خواهید که آسان‌تر شود کارتان فرمول مثلا اعضای شما برندگی چاپ کنید اینو به نمود نشان دهنده بیاریم گوش کنید تماشا کنید اگر این چیز مخرج صورت برد نشان دهنده پیشش چی میشه مینوس میشه این یک ضربی من این چیز فقط مینوس 3 میشه 4 طرحی 2x نشان دهنده چه میشه مینوس 3 dx ابزار نمی‌رسیم یکم اعضای نوشتیم می دوم اعضای می‌نویسیم جمعی اینتگرال دو ضربی ریشه هم به نمود اگر نشان دهنده نویسم چی میشه حرف x مینوس 1 نشان دهندهش 1 تقسیم 2 میشه نیکس اگر بالا به صورت برادگاه چه میشه یادتون این فرمول هایمی 1 تقسیم a نشان دهندهش n برابری a نشان دهندهش 3 مینوس همین یادتون هست بچه‌ها نه این فرموله اینجا خوب من تطبیق کردم مینوس یعنی چه می‌نویسم مفهوم می مینوسی که هم dx آیات بودن مینوسی اینتگرال سینوسی 2 سینوسی پی تقسیم 4 مینوسی x چیزه dx تمام برابری بچه‌ها وای اکنون از این چیزها یکم اگر همین رو بگوییم اگر نشان دهندش مینوس 3 x نشان دهندش n استفاده بودم میگیریم فقط اینجا قاعده سوم بود یا چهارم بود که اگر آرگومنت k x پلوسی بشه بعد چه می‌گفتیم یک تقسیم k اینجا k چند میاد 4 نه 4 مینوس 2 نه مینوس 2 یادت مینوس 1 بیزانسی یک تقسیم مینوسی فهمید ضربی الان این x نشان دهندش مینوس n پلوس 1 تقسیم مینوس n پلوس 1 جای x نیابت چه هست 4 مینوس 2x 4 مینوس 2x مینوس 3 پلوس 1 چند میشه مینوس 2 تقسیم با مینوس چند 2 پلوس وایش آورمونیم الان این 2 کلسیم منطقی الان اینتگرال میگه نه زحمت تو 2 ضربی اینش چی میشه مینوس 1 تقسیم 2 پلوس 1 تقسیم 2 خودش میشه 7x مینوس 1 نشان دهنده مینوس 1 تقسیم 2 پلوس 1 پلوس 1 تقسیم 2 خودش تقسیم با 1 تقسیم 2 خودش مینوس 2 انا با سینوس اینتگرال 3 بود فونکسی مینوس کوسینوس x نمیشه مینوس کوسینوسی اینجا نه کو k اینجا مینوس 1 ده بچه k چیزه مینوس 1 همون با اینجا با یک دیگه مینوس دوباره میمونیم یک تقسیم مینوس 1 مینوس میشه کوسینوسی پی تقسیم 4 مینوس 3 x تمامی یک دیگه خاص میکنیم الان این خاص اون خاص پلوس سی الان کارتا صاف کنیم تمام مینوس ضرب مینوس 3 میشه پلوس 2 ضرب 2 چند میشه 4 الان این پایین گشت فلوردگر اونو اول در فرمول پلوس 2 میشه نشون دهنده صورت هم یک میمونه مینوس و مینوس پلوس شو گفتیم پلوس 2 ضرب 2 4 4 مینوس 2 x 3 کوادرات شد
مینوسی 2 بود مخرج وقتی تش بود فهمو این چیز انا 1 تقسیم 2 جاش چپ میشه خیلی 2 ضرب 2 4 میشه پی + 4 اینو به نمود ریشه نویسیم میشه ریشه کوادراتی 7x - 1 تماشا کنید مینوس و مینوس ضرب شد پیروز میشه این مینوس پیشکی خودش مینوس 2 کوسینوس پی تقسیم 4 مینوس 3 x پی + 3 تمام انا این بود بچه‌ها حلش فهمیدید هر سه قاعده استفاده بردن در کجا هر سه در به حل شد به هم حل شدن آفرین تمام بچه‌ها